فروشندگان نفت در بازارهای جهانی بعد حمله ایران به اسرائیل قیمت‌ها را پایین آوردند. یک تحلیلگر به خبرگزاری رویترز گفته است از بس که مقیاس حمله وسیع نبود، این امیدواری زیاد شد که هجوم به مناقشه وسیع در خاورمیانه نمی‌پیچد. قیمت یک بشکه نفت خام در بازارهای اروپا صبح دوشنبه $90 را تشکیل می‌داد. در امریکا نیز قیمت‌ها کاهش یافتند. ایران روز شنبه با بیشتر از 300 موشک و پهپاد به اسرائیل حمله کرد که نخستین حمله مستقیم کشور دیگر به اسرائیل در 30 سال اخیر است. اما به قول ارتش اسرائیل اکثر موشک و پهپادها را در فضا نابود کردند و زیان زیادی به کشور نرسیده است. با وجود این نگرانی زیاد شد که ممکن است در خاورمیانه جنگ وسیع برخیزد و واردات نفت این منطقه به بازارهای جهانی را کم کند. ایران گفت حمله ها پاسخ به ضربه هوایی اسرائیل به کنسولگریش در دمشق بود. این زمان تحلیلگران گفتند که قیمت آینده نفت ناروشن است چون معلوم نیست اسرائیل به ایران چگونه پاسخ می‌دهد. و قول تحلیلگران ممکن است اسرائیل زیربنیادهای نفتی ایران را هدف بگیرد. ایران روزانه تا 3 میلیون بشکه نفت تولید می‌کند و یک عضو مهم اوپک سازمان کشورهای تولید کننده نفت است. روز جمعه گذشته قیمت نفت خام به حد بالا رفت که از ماه اکتبر سال گذشته دیده نشده بود. تخمین می شود که پایین‌روی قیمت نفت کوتاه مدت است، ولی اگر علامتی از کاهش واردات نفت در بازارها عیان شود آنگاه باید منتظر قیمت بالاتر و درازمدت این مواد سوخت در بازارهای جهان بود.